پاور آف سل یک حراج نیست، فروش اجباری ملکتون توسط بانک. پاور آف سل موقعی اتفاق میفته که مالک یک ملک از پس پرداخت اقساط ماهیانش بر نمیاد. اینجاست که بانک وارد عمل میشه و به نفع خودش خونه رو لیست میکنه توی مارکت. با چند تا کارشناس تماس میگیره و قیمت میانگین کارشناسی شده رو روی ملک میذاره و ملک وارد مارکت میشه. این به این معنا نیست که خونه رو با هر قیمتی به فروش میرسونن، بلکه با بهترین قیمت ممکن این کار صورت میگیره. معمولا خونه بدون هیچ تغییری و همونطور که هست فروخته میشه، یعنی از ایست، و تمام بدهیایی که روی خونه ریجیستر شده بعد فروش تصفیه میشه. نکته‌ای که اینجا هست، اگر شما یه خونه پاور آف سل رو میخرید و مالک اصلی تا قبل از کلوزینگ بتونه بدهیش به بانک رو پرداخت کنه، اون قرارداد کنسل میشه و خونه به مالک اصلیش برگردونده میشه. پس حتما این ریسک‌های احتمالی در خرید ملک پاور آف سل رو